همیشه بخند و سر رو ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها پیک شادی این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم و در همین شروع برنامه صمیمانه ترین درودهای دستاندرکاران پیک شادی رو تقدیم میکنیم به اشرف نشانهای پرشوری که در تدارک برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد هستند و قصد دارند صدای قیام مردم ایران و فریاد کانونهای شورشی رو به قدرتمندترین شکل ممکن طنین انداز کنند. امیدواریم که برنامه این هفته پیک شادی مورد توجهتون قرار بگیره و بتونه خنده رو به لبهاتون بشونه و شادی رو به دلهاتون بیاره. برنامه رو با خبر تو خبر آغاز میکنیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که توی بنبست گیر کرده و از برنامه ریزی های دشمنم حسابی درب و داغونه. چه کار کنن که مردم عقیدشون این بشه که آینده ای ندارن، آینده بنبست تو کوچه بنبست قرار داره. روی این برنامه ریزی میکنن، برنامه سازی میکنن. باقی آخونده هم دنبال حرفای عظما رو گرفتن و درباره تهدیداتی که نظام رو محاصره کرده اینطوری گفتن: امروز ما با تهدیدات نوظهور روبرو هستیم، تهدیدات سایبری و الکترونیکی، تهدیدات زیستی و بیولوژیکی، تهدیدات هسته‌ای، رادیواکتیوی و میکروبی. ما انواع تهدیدات رو داریم. حالا راستی آخوند رئیسی برای خلاصی از این بنبست و این تهدیدات چی کار میکنه؟ هیچی، دورگردی میکنه و حرفای بی سر و ته میزنه. یه کار جهشی میخواد اینجا. اصلا با راه رفتن من آمدم اینجا برای نیومدم به شما بگم خسته نباشید، فقط هم آمدم بگم خسته نباشید، هم گفتم که با یه حرکت جهشی بکنید. یا خاصی که خداوند متعال به این شهر و به این منطقه و به این مجموعه پتروشیمی امکانی نداده. آب نیست، خب اگه نیست خب چی باید تحمل کرد؟ گاز نیست، خب وقتی هست فقط باید مدیریت کرد. یعنی اونی که الان اتفاق بیفته مدیریت دیگه، ولی گازش که هست، آبم که ما پساب داریم که فقط باید انتقالش بشه. این یک کار حالا انجام میشه دیگه. اینو شما یک کار در واقع انقلابی بکنید که در خور باشه انشالله. ما به شما اصلا معلوم نشد چی گفت. حرف این آقا در مقایسه با حرفای آخوند رئیسی خیلی قابل فهم تره. وقت تونستی با مشکلات دست و نرمه پنج کنی، اون موقع است که از خوشحالی در گنج خودت نمیپوستی. نه قطش. آخوند رئیسی در یک سالگی دولت بیخاصیتش میخواد ادای موفقیت رو در بیاره، اما چنین بلایی سرش میاد. البته یکی دیگه از کارهایی که برای خلاصی از تهدیدات کردن برکناری آخوند طائب بود که تو مراسمش یه چنین سوتی بازاری را افتاد.
هم یک اظهار نظر درباره آخوند طائب از کسی که رفیق قدیمیشه. این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور. ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقا کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تا روابط رو با هم میزنه. مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. باید معلوم باشه ایشون با چه مبنایی داره کار میکنه در این کشور. مشنگستان این هفته رو با ناله های این آخوند گریان شروع میکنید که میخواد با این روزه ها طلسم شکسته عظما رو بند بزنه. مثل همه شما که نایب امام زمان را نه به عنوان یک رهبر سیاسی، به عنوان نایب امام زمان تقدیس میکنید و دستورات ایشون رو واجب الاجرای الهی میدانید و در صورتی که فرمانی نایب امام زمان بدهد و کسی بی‌اعتنا باشد روز قیامت مؤاخذ خواهد بود، تمرد از احکام الهی کرده است. اما وضع عظما به قدری درامه که هنوز حرف این یکی تموم نشده. بوفالوی نظام میاد و میگه هیچ کس برای عظما ترم خورد نمیکنه. این درست نیست که در روز چهارشنبه مقام معظم رهبری این فرمایشات رو بفرمایند، در روز پنجشنبه یه رسانه مطبوعاتی خودی صفحه اول روزنامه رو با یه مصاحبه‌ای پر کند و تیتر کند که این مصاحبه هیچ تناسبی با فرمایشات مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه نداشته. خب این جفای در حق ولایت در حق رهبری است که یک رسانه خودی دست به این کار بزند. خلاصه این که عظما تا میاد خودش رو به امور مسلط نشون بده یه اتفاق میفته و کله ملق میزنه. برو حاجی برو. منفوریت عظما و آخوندا به قدری زیاد شده که مجبور شدن براش از این جوکای یخ و بیمزه ببافن. بعضی از محافظین حضرت امام بعد از این که ایشون حالا در واقع رحلت کردن رفته بودن خدمت آقا، یه چند تاشون، یه آقای ابراهیمی نامی که خب یه مقطعی هم خدمت حضرت آقا بود، میگفت که ما وقتی رفتیم خدمت آقا خب ایشون منزلی که داشتن یه منزل دولتی بود که برای ریاست جمهوری بود، ایشون جایی نداشتن برای رهبری. میگفتن که میخواستن ساختمون درست کنن برای ایشون، یعنی خونه درست کنن، آقا مخالفت کرده بود و میگفت ایشون 4 سال تو کانتینر زندگی کردن اول رهبریشون. 3-4 سال. بله، یعنی این آقای بچه‌های محافظ میگفتن ما خودمون کتاب‌ها رو از اون منزلی که ایشون رئیس جمهور بود که دولتی هم بود، مال آقا نبود، دولت بهش داده بود، کتاب‌ها رو آوردیم تو کانتینر گذاشتیم، حتی موکت کردیم، خود ما این کارا رو انجام دادیم. این روزا آخوندهای مفتخور از سایه خودشون هم میترسن. بعد ببینید تیوی ریش برای در بردنشون به چه شوهای مسخره‌ای رو آورده. چقدر درآمد خودتون حقوقتون خدمت هستن رو هم دیگه حساب شکلی 3 تومن میشه. 3 میلیون؟ آره 3 میلیون. خب میدونم با 3 میلیون زندگی. بله البته طلبه‌ها سخت‌تر از منم زندگی میکنن. بعد اینجا ما رو آوردید منزل پدر. چرا منزل خودتون نبردید؟ اونجا خب چطور بگم نبود، مثلا چی نبود؟ مبل ما نبود که بحث ساده تر از اینجا بود. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به کیفیت محصولات ایران خودرو بزنیم که کاملا بدون شرحه. یه ماشینیه که جدیدن ساخته شده 1401. این هم سبقش خیلی محکم، ماشین خارجی نخرید، واقعا ماشین خودمون بخرید، خیلی خوبه. ایمنیش کامله. ببین ایمنیش کامله، یعنی با یه تصادف راحت سبق و زندگی همه چی از بین میره دیگه، نمیخواد دنبال اسرائیل بگردی. ایران خودرو یکی رو جایزه میده
یک گیر جایزه میده به خاطر بچه‌ای که دنیا میاد 10 تا رو از بین میبره چون تحویل میگیرن تا به خونه برسن. بفرمایید. اسباب بازی. این حالت قسمت صفقشه. سرشاسیشو بیا نگاه کنید که قدرت ایمنیش خیلی بالا است. این ورق جلوی که شاسی رو نگه میداره. بفرما ببین با دست بالا و پایین میشه، اصلا قدرت تصادفش کاملا بالا است، ایمنیش بالا است. حالا این خودروی 0 کیلومتر رو مقایسه کنید با این شورلت تاهو که میخوان اوراقش کنن اما هر چی میزنن خراب نمیشه. البته تولیدات دانش بنیان آخوندا فقط منحصر به ایران خودرو نیست، اختراعات دیگه هم دارن. شما یک دونه بادکنک ماری دارین، یه دونه دستگاهی که باد میکنین، ببینید سریع باد میکنین این بادکنکتون رو، تنظیم باد میکنین، میبندین. تو تمام کارهایی که برای بادکنک میخواین انجام بدین، اولین کاری که میکنین یه گردو همیشه درست میکنین به اندازه 4 انگشت باز. یه دونه میبندین، دومی به اندازه 4 انگشت باز میبندین، سومی به اندازه 4 انگشت باز میبندین، تنظیم میکنین اینو. خب گل شما یه دونه برآمدگی داره، قایمش میکنین اینجوری، به این صورت قایمش میکنین. شما الان یه اینجوری گل دارین. حالا میشه معنی این جمله های امام کفن پاره رو بهتر فهمید. ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی باند آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم. اما قضیه اقتصاد ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافی است. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست. اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی دونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش است. زیر بنای همه چیز، الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش. این روزه های خمینی برای مردم بود، وگرنه به آخوندا و طلبه ها که میرسه ببینید امام جمعه های خمینی و خامنه ای چه نسخه ای براشون میپیچن. عزیز، یک هر قربانیه که اینجا کشته میشه یک رانش را به حوزه بپرستید و انشالله این بتوانه خدمت برای تو بهترین. هم بعد گوشت شما گوشت قربانی همونی که طلاب بخورن. هر گوسفند یا شتر یا گاوه که ذبح کردید یک رانش را به حوزه بپرستید و این یک توصیه اینه فراموش نکنید و اینه به دیگران برسونید. توصیه دیگر اینه که مسجد خیلی بدهکاره و بدهکاریاش هم سنگین. روز عید هر نفر 100,000 تومان بیاره با خودش. اگر 100,000 اول اگر خیلی فقیر و تنگ دسته و نداره 50,000 تومان بیاوره. رون گوسفند سهم آخونداست و استخون مرغ سهم مردم. فروش استخون توی فروشگاه ها. سلام درمانده، سلام پس مانده، سید علی قاطع. داستان به گوشت و مرغ ختم نمیشه. کار به جایی رسیده که بچه ها مزه میوه ها رو هم از یاد بردن. آفرین. بینی ماله بو کردن. دهن مال چیه؟ زبان ماله؟ زبان من کشیدن. کشیدن مزه ها. گوش من شنیدن. گوش مال شنیدن. آفرین. بسرم دهن تا باز کن ببین الان چی چشیدیه. چی بود مامان؟
انار. سکانس آخر این هفته رو تقدیم میکنیم به بینندگان عزیز و فوتبال دوست و صحنه‌هایی از ضربات پنالتی. هفته پیش تلویزیون آخوندا یکی از روزخونی‌های خامنه‌ای رو به صورت بیات شده پخش کرد. خامنه‌ای مثل همیشه در این به اصطلاح سخنرانیش زمین و زمان رو به هم بافت و خیلی سعی کرد به بسیجی‌های دل و دماغ سوخته روحیه بده. ولی فقیه ارتجا در لابلای حرفاش یک جمله گفت که نشون داد وضع عظما خیلی خرابتر از این حرفاست. جمله این بود: نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دزد رو ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنه. خب باید تشویق بشن. توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جای تشویق کنه و سرزنش میشه. بله، راستی عجب سرنوشتی پیدا کرده این صدا و سیمای الدنگ خامنه‌ای. علاوه بر اینکه دشمنای نظام این تیویریش رو قطع میکنن و 4 ستون خامنه‌ای رو به لرزه در میارن، وضعیت داخلیش هم به قدری شلمشورباست که از این جور سوتی‌ها میده و صدای عظما رو در میاره. خلاصه اینکه بعد از این به اصطلاح نق زدن خامنه‌ای بود که رئیس تیویریش به غلط کردمگویی افتاد. در پی تذکر رهبر معظم انقلاب درباره برخورد یکی از برنامه‌های صدا و سیما با یکی از توفیقات نیروی انتظامی، رئیس رسانه ملی در نامه‌ای به معظم الله از غفلت پیش آمده عذرخواهی کرد. آقای جبلی در این نامه تاکید کرد یکی از شاخصه‌های تحول در رسانه ملی توجه جدی و پیگیری مجدانه هشدارها و راهنمودهای حضرت عالی خواهد بود. قضیه به همین جا هم ختم نشد و تیویریشه که تا دیروز علیه دشمنان واقعی و فرضی نظام گزارش‌های تخریبی درست می‌کرد، حالا به جون خودش افتاد و مجری خودش رو اینطوری شلاق کش کرد. حضور رئیس پلیس آگاهی فراجا در گفتگوی ویژه خبری 20 خرداد. در این برنامه سوگیری مجری به ویژه در شیوه بیان، لحن و استفاده غلوآمیز از زبان بدن منعکس می شود. این امر هدف برنامه را که اطلاع رسانی درباره عملکرد پلیس است نقض می کند. واقعا اینجا ما باید به مسئولینمون تبریک کنیم بابت پلیسی که به هر حال این کار با این حجم و با این وضعیت. تبریکات شما جای خودش. این برنامه واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. صحنه البته خیلی مسخره تر از این حرفاست. خامنه‌ای دزدی رو کرده، بعد اون پلیس وارفتش رو فرستاده توی تلویزیون که قضیه رو ماسمالی بکنه. بعد این مجریه به جای اینکه پلیس رو بادش بکنه، اینطوری سکه پولش کرده. یعنی تا پلیس میاد یه خودشیرینی این وسط بکنه، مجری اینطوری سنگ روی یخش میکنه. این که شما زحمت کشیدید و کار بسیار پیچیده انجام دادید، مردم باید بدونن واقعا چون کار پیچیده‌ای بود، چون وقوعش با حساب بسیار زیادی داشت. ما ببینید به هر حال در سیستم‌های امنیتی کشور یک سیستم توانمند و یک سیستمیه که میتونه واقعا ورود به این مسئله بکنه. این گفتگو و سوالاتی که این گفتگو فقط الان پرداخته میشه به اون مواقع قبل از ماجراست. کشف پلیس ها همینا بعد از ماجراست که قدردان شما هستیم. تو این بحثی نداریم الان. بله، این هم از بزرگواری‌های عظما در عرصه جنگ تبلیغاتی و آشفتگی درونی و بیرونی نظام. البته این مصاحبه
یک نسخه پخش نشده هم داشت که اگه موافق باشین اون رو هم با هم ببینیم. امشب در گفتگوی ویژه راجع به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین سرقت‌های بانکی در ایران در تاریخ می‌خوایم صحبت بکنیم. خب سردار قنبری سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. با سلام به بزرگ سارق کرات الارضی و سماوی امام محمد و افقه السارقین دامت سرقته و برکاته و آرسن لوپن نظام مقام عظمای ولایت. شب شما هم متشکرم. یه بار ممکنه سردار ماجرا رو توضیح بدین و اینکه سرقت به چه شکلی اتفاق افتاد؟ والا ماجرا از بیت عظما شروع شد. عظما سران سه قوه رو جمع کرد، گفت آقا تحریما بابامون رو در آورده، برجام هم که رو هواست، بنزین و نون و ماکارونی و همه چیزم که گرون کردیم، کوه و نفت و دریا هم که خوردیم، خب حالا چیکار کنیم؟ اینجا بود که حاج آقای رئیسی گفت صندوق امانات بانک ملی هست، بریم اونو بزنیم، که مقام عظما گفت طیب الله، آورین. خلاصه ماجرا اینجا کلید خورد. سردار عملیات چند ساعت طول میکشه عمل سرقت؟ 30 ثانیه. برای عظمایی که یه مملکت رو قلمبا کرده، دزدی 4 تا صندوق که اصلا چیزی نیست. سربازان گمنام وارد شدن، 30 ثانیه کارو جمع کردن. شما چطور مطلع شدین سرقت شده؟ والا 3-4 روز بعد وقتی که مال بین سران قوا و برای بچهای اطلاعات سپاه تقسیم شد، ما راستش تا لنگ ظهر خوابیده بودیم. زنگ زدن گفتن عملیات با موفقیت انجام شده، شما فقط برید 4 تا آفتاب دوز رو بگیرید، که ما هم اطاعت امر کردیم. 3 سوته 11 نفر رو لباس زندونی پوشوندیم. سردار شما تو بررسی که تا الان انجام دادید احتمال تبانی بین مثلا کارمندان بانک، رئیس شعبه، معاونینشون یا مثلا افرادی که بالاخره اونجا تردد میکنن احتمالاً مسئولیتی دارن با سارقان، چیزی الان کشف کردید که ارتباطی؟ ای بابا کارمندای بانک چی کارن عمو جون؟ رئیس شعبه کیلو چنده؟ تو این قضیه 4 نفر تبانی کردن که یکیش عظما بود، یکیش حاج آقای رئیسی، یکیش قالیباف، یکیش هم اژه‌ای. کارمندای بانک چی کارن؟ اون 4 نفری که اشاره کردین آدمی نخبه متخصصی بودن؟ بابا جوک میگی تو؟ نخبه کجا بود نارنگی؟ اگه اسم ولی فقیه یه شبه و رئیس جمهور 6 کلاسه و رئیس مجلس لوله‌کش و اژه‌ای گوشخوار رو میذاری نخبه و متخصص، خب آره 4 تاشون اند نخبه ها و متخصصا بودن. حالا اصلا این سوالا چیه میپرسی؟ بابا من اومدم اینجا که تو از زحمات پلیس تشکر کنی، باید به پلیس خسته نباشید بگی. خدا قوت خسته نباشید. یه نکته خیلی مهمه که وجود داره، ببینید شعبه‌ای که از سرقت شده شعبه بزرگی بوده، به لحاظ جغرافیایی در مرکز شهر تهران واقع شده، محله شلوغ که فکر می‌کنم به لحاظ رعایت اصول امنیتی جایی است که بالاخره خیلی توجه بهش هست. و نکته دیگر این که ظاهرا نزدیکی اونجا هم یه پاسگاه نیروی انتظامی ما داریم، درسته؟ نزدیک شعبه. پاسگاه چیه؟ یه طرفش قوه قضاییه است، 500 متر بالاترش دفتر ریاست جمهوریه، پشتش هم کلانتریه. یعنی از همه طرف ردیف بود، جون میداد واسه دزدی. بیخ گوش کلانتری از یکی از شعب بزرگ تهران صندوق اماناتش سرقت رفته و 4 روز بعد تازه وقتی من سر کار تازه متوجه شدن که این صندوقا نیست، خالی شده رفته. اینجاست که احساس امنیت به وجود میاد. منظورم اینه، میگم امنیت چیزی است که مردم باید احساس بکنن، نمیگم نیست، هست، منتها باید احساس بشه. من وقتی نگاه میکنم کنار یه پاسگاه، یه شعبه بزرگ صندوق امانات مرکز شهر تهران سرقت شده، با تمام ادعایی که بانک ملی داره که من اصول امنیتی و ایمنی و بروز و استانداردهای جهانیش رو رعایت کردم، اتفاق میفته. بعد شما میگی از درب پشتی ورودی که رفتیم دیدیم مثل درب منزله. 2 تا قفل کتابی زدم با یه دونه از این تجهیزاتی که آهن میبرن که کوله‌ای بوده هم میشده، این خیلی چیز سبکی، تونستن اون رو برش بدن راحت وارد بشن، بعد ببرن، بعد از کشور خارج بشن. یه مقداری ماجرا پیچیده است. باز میگه پیچیده است. آخه تو مخت تاب داره ها، کجاش پیچیده است؟ دوربینا رو که قطع کردن، به رئیس شعبه هم گفتن روتو بکن اونور، بعد رفتن تو صندوق‌ها رو خالی کردن دیگه. آخه این کجاش پیچیده است؟ بعدم تو این همه فک جنبوندی، یه قدردانی خشک و خالی از عملیات کشف پلیس نکردی ها؟ کشف پلیس و همینا بعد از ماجراست که قدردان شما هستیم، تو این بحثی نداریم. چی رو بحثی نداریم؟ تو مثل این که تنت میخواره.
اگه به عظما نگفتم میدم بابا تو در بیاره. زمانمون تمام شد سردار. نکته در حد 30 ثانیه اگر بالا. بنده تو این 30 ثانیه از زحمات عظمای هیچی ندار و دزدان ولایت مدار و پلیس تحت فشار شدیداً تشکر میکنم و به زودی صندوق امانات تو و این برنامه آبکی تو غبار روبی میکنم. و السلام. اگه یادتون باشه خامنه‌ای بیرون آوردن آخوند رئیسی از صندوق انتخابات رو شیرین ترین اتفاق سال 1400 عنوان کرد و لابد آخوندا کلی برنامه ریزی کرده بودن که یک سالگی دولت رئیسی رو جشن بگیرن و به قول معروف حلوا حلواش کنن. اما شعارهایی مثل مرگ بر رئیسی و 6 کلاسه دروغگو حاصل وعده هات کو بساط آخوندا رو به هم زد و جشنشون رو به عزا تبدیل کرد. در هر حال سوال اصلی اینه که آخوند رئیسی در اولین سالگرد روی کار اومدنش چه حرفی برای گفتن داره؟ انیمیشن طنزی در همین رابطه آماده پخشه که با همون رو میبینیم. با سلام به مقام مزخرف رهبری، امروز آمدم تا از دستاوردهای دولت برایتان بگویم. ما توانستیم به مسکنها دستور بدهیم که سالی 1 میلیون ساخته شوند. حالا اینکه ساخته نشدن دیگه این حتما توطئه استکبار جهانی به قرآن. بله، ما انشالله 8 هواپیمای مسافربری با 72 سرنشین خواهیم ساخت تا دیگر نیازی نباشد که سپاه ماستاران با آنها شلیک کند و به این ترتیب در زمینه سقوط هواپیما به خودکفایی خواهیم رسید. ما در زمینه تولید هوا رکورد زدیم. از وعده های بنده که باد هوا بود تا بامبولی که در برجام هوا کردیم و عظمایی که هوای من را دارد و خودش متخصص هوافضاست، همش هم تو فضاست، و دلار تورمی که میزنیم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. ما این هواها را طی یک قرارداد به کشورهای مهم درجه 1 مثل قزمیتستان و شاسخیم‌آباد صادر کردیم و از آنها پشکل و پشم شتر و زنگوله بز و دستبیل وارد کردیم. در زمینه سیاست خارجی بچه‌های خودمان و هیئت دولت و بچه‌های نماینده‌های مجلس را به خارج فرستادیم و در آخر به استکبار جهانی میگوییم اگر تو گوگل داری ما به اندازه کل هیئت حاکممان گاگول داریم. و السلام علیکم و کل کلاس شیشی ها. بینندگان عزیز، همونطور که میدونین تا روز 3 ژوئیه زمان زیادی باقی نمونده و این روز برای مردم و مقاومت ایران روزی تعیین کننده و ماندگاره. روزی که توطئه ارتجاعی و استعماری 17 ژوئن با آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در هم شکسته شد و قلب‌های هموطنانمون غرق شور و شادی شد. به مناسبت 3 ژوئیه خوب یک نگاه طنز داشته باشیم به اون کودتا. ترانه طنزی رو بشنویم که از زبان دومینیک دو ویلپن، وزیر خارجه وقت دولت فرانسه است. اون کودتا یه روز تو ماه ژوئن توی اوبر ریختم من 1300 مامور سیاه و خفن زدن در و شکوندن همه چی رو پاشوندن هر کی دید گفت مگه آخوندن. اون
بله، این پرونده قضایی خیلی زود رسوا شد و مشخص شد که چیزی جز معامله و زد و بند نبوده و بانیان اون هم بی‌آبرو شدن. یکی از این بی‌آبروها قاضی بروگیر، دادستان به اصطلاح ضد تروریست در فرانسه بود. وقتی که دیدم همه کارام کش بود، بمب و سل آب دوخت توی مشک بود، تو ریز رفتم و در و بستم، باز همه دین خالیه کف دستم. ای بابا روی ما شده سیاه، سر ما داره دود میده بالا. چرا همیشه من روسیا میشم؟ مصلحت دولتی شده افتضاح، دیگه چیزی نیست حالا تو دست ما. پرونده رو دست من حالا مونده، یه استخونه که گلومو سوزونده. ای بابا روی ما شده سیاه، سر ما داره دود میده بالا. چرا همیشه من روسیا میشم؟ چرا همیشه من روسیا میشم؟ این پرونده در دادگاه‌های مختلف شکست خورد و بانیان پرونده که دیدن بدجوری ضربه خوردن مدام با اطلاعات آخوندها در تماس بودند و اتهامات ساختگی جدیدی وارد اون پرونده رسوا کردند. من تاجر سابق مثل پاروی قایق شدم، لاغر و کارم همه شد قصه و حق. با اون بازرس بدبو همون پیر دروغگو توی کافه های شانزلیزه ما زدیم مردو. همه باد کنکامون شده پاره و پنچه، نکرد هیچکی تو این دنیا دروغامونو باور. دیگه اسمی ندارن که رو اونا بذارن، یکی نیست به دراهی بشه چاره کارم. برای من خسته رسید از راه یه بسته، دیدم من پول ایرونی تو اون دسته به دسته. پرید از لای پولا یکیشون یه ها بالا، دیدم عکس امام روی اون مثل هیولا. پول افتاد توی فنجون، امام گفت باریشه تر بزن تهمت پول شویی که لاکن بشه بهتر. شدم یک دفعه راحت بهش گفتم اطاعت، ولی شانسی نیاورد بازم این یکی تهمت. در نهایت با رأی دادگاه مبنی بر منع تعقیب همه متهمین این پرونده برای همیشه بسته شد و افرادی که در اون نقش داشتن هم بی‌آبرو شدن و بعضیاشون خودشون به خاطر فساد و مواردی از این دست به دادگاه رفتن. حالا کیه که نرونه پرونده تو گلگیره، بشکه های نفت از گرمون پایین نمیره. بابا باختیم بابا باختیم. بعد این همه سال چیزی به جیب ما نماسیده، آبرومون رفت و بند و بست از هم پاشیده. بابا باختیم ماها رو افشا کردن، تو دنیا رو سوا کردن. ماها رو افشا کردن، تو دنیا رو سوا کردن. مصلحت حکومت و زهر مارمون کردن، از لیست در اومدن و جیگر ما رو خون کردن. جز بستن پروندهشون راه دیگه نداریم، این حکمیه که ما باید بهش گردن بذاریم.
چیکار کردیم آخر شدیم بازنده این چیکار بود ما کردیم تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است. عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد. بینندگان عزیز، همراهان گرامی پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان تا دیداری دیگه با همتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.